جامعه ایرانی انگار درس نمیگیره از راههای طی شده. راه طی شده رو که شکست خورده دوباره نرید. مردم ایران بسپرید دست اینا، نونی به دست نمیاد. ارتباط بین استقلال و نون شب خودمونیش بخوام بگم اینه. یعنی ببین فکر نکنید اگر استقلال رو دادیم رفت، اقتدار رو دادیم رفت، نون شب به دست میاریم. این نیست. اینو بفهمید. استقلال و اقتدار پیش شرط نون شبه. حالا اگر ما استقلال و اقتدار داشتیم نتونستیم نون شب رو تامین کنیم، ضعفمون تو تئوری پردازی و اجراست. اونو عوض کنیم. مشکل تو این قسمت نیست که ما استقلال و اقتدار طلب. این جریان نئولیبرال داره دروغ میگه. همین الان هم داره دروغ میگه. داره یه جوری جلوه میده، میگه چون ما استقلال طلبیم و اقتدار طلبیم، نون شب مردم به این وضع افتاده. اینو باید جامعه بفهمه. استقلال طلبی و اقتدار طلبی پیش شرط نون شبه. اگر نون شب نیست ربطی به اون نداره. اینا با فضا سازی‌های رسانه‌ای آدم میان دوباره ویترین رو عوض میکنن. این بار ویترین رو چیکار کردن؟ ویترین رو بردن سر سیاست خارجی. گفتن آقا مسئله اصلی اینه که ما باید با جهان غرب ببندیم و مسائل اون رو حل کنیم. سرمایه خارجی بیاد. یادتون رئیس جمهور وقت میگفت دیگه. میگفت سرمایه خارجی که بیاد، مشکل ریزگردا، مشکل آب، مشکل آب و هوا همه چی حل میشه. خب دیدیم که منعقد کردند. سرمایه خارجی هم نیومد. حتی میزان سرمایه گذاری خارجی از دوره احمد نژاد هم کمتر بود. هیچ مشکلی هم حل نشد. مشکلات اضافه هم شد و بعد فقر عمومی که همچون رو به گسترش بود، هر سال مردم فقیرتر شدن. دور دوم دولتشون هم که شاهکار شد. میدونید دیگه 2-3 تا سونامی داشتیم، 2-3 تا شوک بزرگ ارضی و ماجراهایی که دیدید دیگه. اون ناکارآمدی وحشتناک اون دولت در مسئله کرونا و تو همه زمینه‌ها و چند تا فساد اختلاس‌ها و غیره و غیره دیدیم دیگه چی شد. یعنی ثمره. خب ببین ما این رو باید درک بکنیم. یعنی باید متوجه بشیم که وقتی دولت میفته دست جریانی که این جریان نه برای استقلال چندان اهمیت قائله، نه به عدالت باور داره، نه به اصطلاح توجهش تمرکزش روی خودی و جامعه ایرانی است و نه به فرهنگ خودی، به هیچی. این جریان فقط میخواد منافع یه تعداد سرمایه‌دار رو در داخل کشور تامین کنه. مسئله استقلال خیلی مهمه. ما شاید متوجه نشیم. ما اگر استقلال نداشته باشیم هیچی نخواهیم داشت. ما نیازمند اینیم که برای اینکه بمونیم، یعنی برای اینکه ایران بمونه باید قوی بمونه و برای اینکه قوی باشه باید مستقل باشه و برای اینکه حتی بتونه سیاست‌های عدالت طلبانه ایجاد کنه و با فقر در داخل کشور مبارزه کنه و حقوق اون کارمندی که الان داره زیر تورم له میشه رو افزایش بده یا اون آدم محروم از بهداشت رو تامین بکنه، سفره دیگری رو گسترش بده، پیش نیازش استقلال و اقتدار. اشتباه نکنه تو گزینش‌ها. فکر نکنه اگه بره سمت وادادگی، وابستگی، حرفای قشنگ، سرمایه خارجی بیاد، بدون سرمایه خارجی ما کاری نمی‌کنیم. اینا حرفایی هستش که یعنی آقا برو استقلال و اقتدارت هم بده، نون شب که نداری چی، استقلال اقتدارت هم بده دیگه، امید به دست آوردن نون شبت هم کامل از بین بره، تجزیه هم بشو، تو سرت هم بزنن. این یعنی این و پس فردا اسیر هزار ماجرای دیگه هم بشو. پیش شرط استقلال. شما میگید این رویا فروشی نان بدون استقلال آفرین. این عبارت شما عالی است. این رویایی که آقایون میفروشن که همین الان هم عده‌ای دارن میفروشن، همین الان هم اومدن و از این حرفا دارن میزنن، این رویا آقا بدیم. رویای 200 ساله است. حالا الان هم نباشه. نه الان تو این انتخابات اخیر رو دارم میگم. یه عده‌ای اومدن دوباره شروع کردن. آقا اینو بدونید، مردم ایران بسپرید دست اینا، نونی به دست نمیاد. دوره دوم آقای روحانی، تورم‌های وحشتناک، اینا رو به یاد بگذریم از اینا. خیلی ممنونم. با راه طی شده رو که شکست خورده دوباره نرید. پیام اصلی آخرینه. آقا راهی که دیدید تجربه کردید در 90 پایین‌ترین میزان رشد، بالاترین تورم، فاصله طبقاتی وحشتناک، اختلاس گسترده، اون راه رو دوباره نرو. تشکر.